ایران به این ترتیب و نه در قسمت بالا، در قسمت تاجیکستان و ازبکستان. تاجیکستان از نقطه نظر خود قدرت خود و تعداد نفوذ خود در حد نیست که بگه که من در افغانستان تاثیر دارم. تاجیکستان گپ سر شده است. اگر اون مردم امیدواری هم دارن از تاجیک افغانستان امیدواری دارن. انشاءالله گفتتا نیست که تاجیکا ما اوتا نیست که او تاجیکا ما و شما را جز خود بگم. ایتا فکر میکنه که خود جز از این دارن. اگر فکرم بکنن چون سالها وا سرکوب شدن و این روحیه را ندارن و روحیه شکست است، همیش یک نوع فکر میکنن اگر روز حالت بیاید که ما با تاجیکای افغانستان وابسته شد. مگر ازبکستان سرشت است. همین روز همراه استاد که من در مخابره را خواندم که مطالبی که نشته کرده بود، خودم اون مطالب بسیار تکان دهنده بود و در اون مطالب نشته شده بود که نگه استاد دید امرای تورگوت اوزال رئیس جمهور ترکیه و یک گفت باید شما بفهمیم که در اینجا ترکیه یکی، ازبکستان دو، آذربایجان هم به نحو ترک از 3، قرقیزستان ترک از 4، گرجستان ترک از 5، قزاقستان ترک از 6، ترکمنستان ترک از 7. چقدر کشور ترک زبان شد؟ این کشورهای ترک زبان و کشور فارسی زبانی که تاجیکستان، قسمت افغانستان و ایران در برابر یک است. و خودی کشورهای ترک زبان و ای که مسائل ملیت دامن زده شده آله خود از این میفهمید که یک مسئله دیگه است. ترک نژاد و ترک زبان در نژاد کلش ترک است و ترک‌ها را میفهمید که سالها خلافت اسلامی در دستشان بود و سالها حکومت. اینانی که این کشورهایی که به این ترتیب شده. اون روز استاد گفت که من برای چیز که گپ زدم برای دیمیریلی چیز ترکیه و از ازبکستان گپ زدم و ازبک‌های پت نکردن رئیس جمهور ازبکستان. رئیس جمهور ازبکستان گفتن که من در افغانستان در بین ازبک‌های نفوذ دارم، باید که قسمت از افغانستان تجزیه شود و جزء خاک ازبکستان شود. نرسیدی؟ خوب متوجه شدید؟ همون مطلب است میگه کل گیرم ما فرق ما را بکی تو حال او از برکت تجزیه آزادی گرفتن، حال او میخواهی که بگیدن و اعمال دستایش و ای با ما پتم نکردن نفرایشان ایجا آمدن نفرای آزاد بیگ و ما به صراحت گفتن که برادر با آزاد بیگ بشی کلان آدم است. چطور کلان آدم؟ در ارتباطاتش بیخی با ازبکستان بیخی خواهد یعنی تو آزاد بیگ، آن دوستم، آن ازبکستان و چند وقت پیش شرا دوستم کسی را جمع کرده گفته که من یک کار کرده میتونم خب؟ این کار کرده میتونم که اگر مردم ریاست جمهوری را با ازبک‌ها میتن حاضر هستیم که وزارت دفاع و گفاره به تاجیک‌ها و گرفتن منطقه را دوشون. متوجه شده؟ گپا نبست مثل دیگه بیخی برد. متوجه هستیم که گپ چه قسم است؟ حالت به چی ترتیب آمده؟ و این وقت چطور در جهان یک دفعه تغییر کردن؟ دیگه او اعمال دقیق فکر است و اعمالی که دوستم خواسته که کمتر آزادی بگیوید به گپا و دولت کابل که یک روز کمتر حیرتان خواسته به تو بمبارد بکنه، ازبکستان اوجه نجیب اختار داد و تاجیکستان ایجا و بچه کیان با تاجیکستان در تماس. چرا 1.5 میلیون در تاجیکستان اسماعیلی است و امی خدای نظروف بود چی بود که خدا کاندید کرده بود؟ دولت خدای نظر که خود رئیس جمهور تاجیکستان کاندید کرده بود. این به مذهب اسماعیلی است.